سریعترین حیوان جهان گپارد نام دارد. گپارد دارای بدنی باریک و انعطاف پذیر برای حرکت با سرعت بالاست. پاهای بلند، استخوان‌های چرب اون رو قادر می‌سازه که در حین دویدن مقاومت بیشتری در برابر لغزش داشته باشد. گپارد دارای فرو رفتگی بینی بزرگ و ریه‌های بزرگ است که باعث جذب بیشتر اکسیژن در طول دویدن با سرعت بالا می شود. همچنین عضلات ویژه‌ای در اطراف ستون فقرات و شانه‌های گپارد وجود دارد که به تسریع و زیبایی حرکتش کمک می کند. گپارد به خاطر سرعت و شتاب بی‌نظیرش مشهوره. این حیوان به مدت چند ثانیه میتونه از 0 به 60 مایل یا 97 کیلومتر در ساعت برسه و در مسافتی تا 500 متر حرکت کنه. سرعت بالایی که در مدت کوتاهی دارن حدود 70 مایل یا 113 کیلومتر در ساعت است. با این حال به دلیل فشار زیادی که به بدنشون میارن نمیتونن به مدت طولانی با این سرعت حرکت کنن. گپارد به طور اصلی در روز شکار میکنند. این حیوان دارای بینایی بسیار خوبی است که اجازه میده تا از راه دور شکار خودش رو شناسایی کنه. هنگامی که یک شکار رو مشاهده میکنه از سرعت فوق‌العاده‌اش برای تعقیب اون استفاده میکنه. پس از رسیدن به فاصله مناسب با حرکت‌های سریع سعی میکنه شکار رو گیج و خسته کنه. در نهایت با یک دستگیره به پاهای پشتی شکار اون رو بی‌ثبات کرده و با یک لگدی به گلوی شکار اون رو خفه میکنه. گپارد در آفریقای جنوبی صحرایی و سافانی زندگی میکنه. جمعیت‌های کوچکی نیز در برخی مناطق ایران وجود داره. اونها بیشتر در مراتع باز و صحراها زندگی میکنن، زیرا این محیط‌ها فضای لازم رو برای تسریع به سرعت بالا فراهم میکنن. گپارد در جنگل‌ها یا مناطقی با گیاهان بلند نمیتونه به خوبی شکار کنه و سرعت خودش رو بهره برداری کنه. متاسفانه گپاردها در حال حاضر به عنوان گونه‌ای در معرض خطر توسط اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت دسته‌بندی شدند. عوامل اصلی تهدید برای بقای اونا شامل از دست دادن محیط زیست، تدخل بشر و صید غیرقانونی و کمبود تنوع ژنتیکی است. تلاش‌ها در حال حاضر برای حفظ محیط زیست طبیعی اونا صورت می‌گیرد.